سلام، وقتتون بخیر باشه. من نسرین دریالر هستم، مشاور و مدرس در زمینه طب سنتی. شما میدونستی نشونهای قلبی بلغم چیا هستن؟ نشونهای قلبی بلغم اینا هستن که بلغمی ها رنگ پوستشون خیلی سفیده، یعنی سفیدیشون بیش از حده. رنگ پوستشون رنگ پریده است، شاداب نیستن. بلغمی ها هضم خیلی ضعیفی دارن. همچنین خیلی آدمای خوشخوابی هن و اکثر موقع خوابن و خوابای خیلی سنگینی دارن. همچنین تجمع چاقیشون تو شکم و پهلوهاشونه، یعنی که کسانی که شکم و پهلوی خیلی زیادی دارن و هر کاری که میکنن شکم و پهلوشون آب نمیشه، اینا قلبی بلغم دارن. پوستشون نرمه و سرد، یعنی بهشون دست بزنیم سردی رو حس میکنیم. شما هر کدوم از این نشونهایی که من گفتم رو داشتین به هم پیام بدین، کمکتون کنم مشکلتون حل بشه، قلبی مزاجتون برطرف بشه و یه مزاج عالی داشته باشین. همچنین یه سبک زندگی خیلی عالی رو تجربه کنید.